بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، امروز میخواهم درباره یک موضوع بسیار مهم یا بسیار خطرناک هم گویم میشود صحبت کرده باشم. در پخش‌های مستقیم بسیار سوال میکردند یا حتی در خاص هم مینویسند که استاد ایمانم ضعیف شده است، چیکار کنم؟ یا مینویسند که وقتی نماز میخوانم لذت و حلاوت نماز را احساس نمی کنم، یا وقتی قرآن را تلاوت می کنم حلاوت تلاوت قرآن از من ربوده شده است. در عموم نفرهایی هستند که خداوند برایشان هدایت را ارزانی فرمود، سپس این نعمت بهترین و این نعمت بزرگترین که نعمت هدایت است، نعمت توفیق در طاعت و عبادت است و پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، از آنها ربوده می شود. بعد از هدایت یافتن محروم شدن و محروم گشتن از این نعمت بزرگ که این بسیار یک مصیبت وزنین و یکی از مصیبت های سخت‌ترین برای انسان است. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار دعا می‌کردند و می‌گفتند اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یعنی پروردگارا مصیبت ما را در دینمان قرار مده، در ایمان ما و شما. آن نعمت هدایتی که بدون آن که ما و شما از خداوند طلب کرده باشیم، الله ما و شما را از پدر و مادر والدین به ایمان مسلمان به این دنیا آورد. از این نعمت خداوند گاها بندگانش را محروم می سازد. و یا بعضا خواهرها را می بینیم که خداوند برایشان نعمت هدایت را ارزانی می فرماید، حجاب به در می کنند و بعد از مدت یا یک فتره معین حجاب خود را می کشند و یا از تعلیمات اسلام بسیار دور می شوند. عموما نعمتی که خداوند برای بنده نعمت هدایت را ارزانی می فرماید و سپس از آن نعمت بزرگ محرومش می سازد. یکی از دانشمندان بزرگ تاج الدین سبکی، امام بزرگوار، نزدشان یک مرد می آید و می گوید ای امام بزرگوار، عیناً همین چیزی که ما گفته ایستادیم همین سوال را می کند. می گوید ای امام بزرگوار، برای چی گاها انسان بعد از آنی که خداوند برایش یک نعمت را عموما نعمت را ارزانی می فرماید، برایش نعمت عطا می کند، سپس از آن نعمت خداوند محرومش می کند؟ که در جواب این امام بزرگوار با یک کتابی که زیاده از 100 صحیفه است جواب می گرداند و نام کتاب را معید النعم و مبید النقم نامگذاری می کنند که معنایش تقریبا یعنی برگرداننده نعمت ها و ویران کننده یا گم کننده بلاها. یعنی انسان وقتی بعد از نعمت هدایت از این نعمت محروم می شود، گویا یک بلای وزنین، یک به مصیبت وزنین گرفتار شده است. و برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار دعا میکردند، میگفتند با خداوند عزوجل پناه میبردند و میگفتند اللهم انی اعوذ بک من السلب بعد العطاء، پروردگارا من با تو پناه میبرم از گرفته شدن یا ربوده شدن نعمتت بعد آنی که به من داده، به من عطا کرده. یا اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکردند و میگفتند اللهم پروردگارا انی اعوذ بک من زوال نعمتک، از زوال نعمت و بزرگترین نعمت این نعمت هدایت است. از زوال نعمت یعنی از رفتن نعمت به تو پناه میبرم پروردگارا. و چنانه که گفتیم بزرگترین نعمت الهی این نعمت هدایت است. همچنین نعمت‌های دنیوی هم هست. نفرانی را میبینیم که من چندین نفرها را میشناسم که خداوند آنها را در تجارتشان برکات داده بود، اما یک روز می آید که مفلس می شوند یا به اصطلاح روسی بانکرات می شوند. هر آن مال و ملک در تجارتش موفق بود، خیلی دنیاش فراخ بود،
اما روز بالای سرش می آید که تمام آن ناز و نعمت و ملکی که خداوند برایش داده بود همه آن را می گیرد خداوند. سبب در چی باشد که انسان به این مصیبت وزنین گرفتار می شود؟ و البته سخن را طولانی نمی کنیم، چون چند نوارهایی که 10 دقیقه 11 دقیقه می شود، حتی همین خیلی احساس می شود که برای بیننده گاه ها ملال می بیاید یا تماشاش. البته برای تماشا هم نمی کنیم ما این خدمت ها و این زحمت هایی که استادها می کنند. البته یک نفر هم که مشاهده کرد، این انشاءالله گمان می کنیم که روز قیامت دستگیر آخرت ما و شما می گردد و دعا کنیم که خداوند قبول را نوشته باشد، خداوند از ما و شما بپذیرد این عملها را. اما انسان گاه در حیرت می شود که برای چی درهای مسجد گشاده بود محکم می شود، برای چی خواهرهای به حجاب زیاد بودند کم شده ایستادند، برای چی انسان در نمازهاش بسیار حریص بود، بسیار اهمیت جدی می داد، آهسته آهسته ایمانش کاسته می شود و پروایی نمی کند. برای چی؟ امام ابن جوزی رحمت الله علیه یک روایت از مرد بنی اسرائیل می بیارند، ذکر می کنند که آن مرد می گوید رب کم اعصیک ولا تعاقبنی، پروردگارا خدایا اینقدر زیاد من تو را معصیت می کنم، نافرمانی می کنم، گناه می کنم، ولا تعاقبنی، اما تو مرا جزا نمی دهی یا گرفتار نمی کنی. در جواب می گوید کم اعاقبک ولکنک لا تدری الیس قد حرمتک من لذت المناجات. در جواب می گوید چقدر تو را من جزاهای سخت و وزنین دادم، حالان که تو احساس نمی کنی، حس نمی کنی، نمی فهمی، نمی دانی. آیا تو را از لذت و حلاوت مناجاتم محروم کردم؟ این یک جزا و عقوبت وزنین برایت نیست؟ لذت و محروم شدن از حلاوت مناجات پروردگار. برای همین یکی از سببهای مهمترینه که انسان را از نعمت هدایت و از نعمت لذت و حلاوت عبادت و طاعت و مناجات محروم می سازد، این احساس نکردن یا قدر نکردن این نعمت است. گویا یک چیز عادی شده مانده از هدایت برای ما و شما، مثل آنه که انسان آب را می نوشد و بزرگ بودن قدر این آب را نمی داند یا حس نمی کند، یک چیز طبیعی برایش شده مانده است. هدایت هم برای بعضی نفرها چنین شده می ماند و برای همین هم خداوند می فرماید و ما قدر الله حق قدره. درباره بنی اسرائیل الله می فرماید آنها حق خداوند را چنانه که سزاوار است و چنانه که لایق است قدر نکردند، احساس نکردند که خداوند خودش را برای آنها معرفی کرد، خداوند برای آنها پیامبرانی را فرستاد. دعا کنیم که بسیار آن دعاهای سنتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردیم، با آن دعاهای سنتی دعا کنیم که خداوند ما و شما را از زوال نعمت، از محروم شدن از نعمت هدایت، خداوند ما و شما را نگهبان باشد و خداوند همیشه ما و شما را قدر کردن این نعمت ها و بجا آوردن شکر این نعمت ها خداوند موفق گرداند.